این همین دو نرخر و مچخر کی میشناسه؟ واقعا انسان اگر در برابر فحشا و بداخلاقیش جزا نبیند از حیوان هم بدتر می شود. نخود تا همین درجه شما بداخلاق و بی‌حیا شده باشید که در پوبلیک برآمده شرمگاه یکدیگرتان نام گرفته از زناکاری هایتان گپ زنید و تعریف کنید. شما اگر انسان بودنتان را فراموش نمی کردید، حالا مسلمانیتان یکسو و مثل نرخر و مچخر این طور شرمندگی نمی کرده. چگونه ای که نرخر و مچخر در سر راه و در پیش چشم مردم شرم نداشته بر سر همدیگر پریده علاقه جنسی می کنند، شما بدتر از دانش را در فضای مجازی انجام می دهید. نخود یک نفر یافت نشوه که پیش روی چنین خرای بداخلاق بگیره. جوان مردان تاجیک پیش روی چنین فحشا و بداخلاقی را بگیره، ورنه عذاب خداوند که آمد همه را فرا میگیره. این را یقین بدونه، این وعده پروردگار است.